ماما آشغال هم داریم؟ نه ماما نداریم. برو بخیر. نداریم؟ نه برو اینجا بایستاد نه برو. بله کجا کی بود؟ آشغال نداریم ماما؟ نه نداریم نه. فهیم همین کشان با کجاه؟ من تو مطالعه بردم. نه؟ همین پیشتر خب بود همینجی بود. من آشغال جمع بردم. یعنی میگه کار کسی که همینایی که آشغال جمع میکنم یا مطالعه؟ بله. خاک به سر از ایناش. ساعت بیزه همونا که آشغال جمع میکنم بردم. بیترین کوشا 100 ساعت 200 300 بیا کش میفرشی مثل اون کوشا هست که دو پیش آورده بودی بلیا تو خیلی کوینجی منتها اون روز مر گپ دادی تو مر گپ دادی جان و کوشا خوب چیزا بودک چر بودک باید برا خو منتها یک نامردی بکیده و 60 روپیه حساب کردی خب 60 روپیه به تو کش میدم اشته نمیدم کوشا تکری همه برادر الا و برادر ارزون راجه برادر ما بخرم با هر شماری است بی غیر شماری 39 بس ما بخرم بخر خوب کوشا خواست نه ای جان سره اینا ما که هست مدرم مدام میرم به چیز میرم به اینا کجا میاری؟ مدرم به چین میرم ها اینا را چین ما وارد میکنه کم کم میفروشیم دیگه جامعه نهیر یک دمه نه ای جان این چیه همین به چند گفتی؟ ای 180 روپیه آخه تو مجرتش چند زیر فینجر به کش میدادی چند نمی نه دیگه نه اینا لیلمیه برار یا اینا گفت به تو میگم بگو با برار خو من خوش کردم استم آنه دا مدل آنه لیت ژاپن آه
امی اول گپ چند آخری 1.5 ساعت یک گپ بکن دیگه نمیشی بام یک پینجه همین استوار میدم و برا خواهم میستانم برو 70 بده برو پینجه میدی یا نه 70 نه نمیدم او بودن کوشا خوبی آورده بوده برا خواه گردنم من خو مال تو برو منن اگه به 1000 ریپه به تو دادم اینا اشته اینا اونا 120 اوه. اونا با پاتو خورده اینا فقط تو چیز آوردی چین دروغ استونی ما چون کجا میاری خب آخری با چند یک پینجه بودیم یا نه 60 بده برو همین 60 روپیه قدیم پینجه بودم بده آن یک پینجه میچنه دل جمع چله کشو خوب پیدا کردی بیا به منجی بیا دیگه چشم سلام علیکم سلام علیکم من نفس افتادیم از صبح میدویم هر کدوم بیا کوچه چه کاری دارم؟ و دیدین که گپا شده این کشور از کجا آوردی ماما تو؟ اینا آوردم بفروشم و دم دیکن برار تال 5-6 جوره کوش ما می طریقی گم شده همین کوشار ما به شوید خریده بودم خب براتون داخل دیکن به در شدم سه کدوم کوشا منیه آخه که مدام از جرمنی میارم من میفروشم اینجی دروغ میگه اینا کاروبار از اینا همین هر روز یک جوره کوش زده میدم دیکن ما گم میشه یعنی تو مال دزدی بالی ما میفروختی خوب کوشا مرم تو وردشتی بودی ها؟ انم کوشا خور نشونی دارم کجا میری؟ کجا میری؟ بالا غریبی آقا کجا میری؟ تو درد نمیخواد صبر کن چی صبر کن؟ کوشا رو کوشا صبر کن من کوشا رو دوزی کرده مگه صبر کن صبر کن بگم میری تو میدونی ما سیلا نمیکنم کلون کیر داری برار پیار کیر داری پیار مدار مریاله کردم من تقریبا 20 سال میشه پیار مدار مریاله کردم مدار من برام تشویر کرده من دو براره خودی برار خونی برار تو با کجاه برار من گری داره گری داره یا مطمئن خودت هم دسته همین تا زود با برار خود زنگ بزنی که اینجا گاهی ما مسئله تو علا فاصله به نماز دست شما اصلا نمیتونیم به مسجد کوشا گم میشه بدم دیکون گم میشه بدم اتاق گم میشه گوشی خودی بازا که زنگ زنه برار خود فکر نچی نه کجا همین میشه کاشا پینجه بزا بخریدم راز نگیره می تو باشه که براری هم بیای ببینه بسته که دی محکم است کو باش که زنگ زنه زنگ زنه برار خود زنگ امین شماریو شونای دروغ بگی. نگی نه غوث الدین اسمیو دست شما ما روز نداره من هر گوشی که شد کوشار نجونه بخیریم جان شما جوره لالا غوث الدینی اسم تو چیه؟ بله اسم تو؟ گلا بگو گلا که آخر برارو ما برار همین کوشا ما گم شده بود اگه همین نفر فرانه بیم 12 فرما بگرفتیم همی به نام گیلده که میگه برار غوث الدین گری هم داره زود باش بگو بیا آنی میجی به پیش ما استادیه والیا ایشته دوزنیه تو میگی دوزنیه و اشغال جمع میکنه از چی اشغال جمع میکنه بیا کوشا مرسا گاتا گونی بدر کردیم یا نکردیم میگی دوزنیه بیا نزدیک سعی کو که دوز دست یا نه سعی کو چند جوره دوزی کرده بیا به دروازه خوش که میگه تا گاراژ انم دام گاراژ ما منتظر تو استادیم تا گاراژ بیا ماشی بیا میگی دوستان مستا ماما رو بد کردم یعنی که کوشا مردم نمیره به 300 400 500 میفروشی وقت نمیگه گریه نمیکنی خوش میشی پینجه دادن کوشا ازی خریدم کوشا رازی خریدی کدی کوشا خریدی من این شما که آدم هوشیارین چی فنالای من همین تا کوشی به پنجره بمیدم گفت اگر جرمنی مدرم میاره میگه برو بفروشن ای بو گفتم باور کردی از جرمنی میاره از کجا میاره بیشتر میشه اما کوش میاره اکثره امیر کسی به پنجره بمیده به خلوم سر تا سر می دنیا باشه خیلی یک از داری بیکوشه بیا ورده خلاص اینجا پنجره یعنی دیگه همی بیا ورده بره شما دو ماه پیش ما کوش شو یالا کو
صبر تو زنفی صبر بچه نخور بچه بگی این بچه برای شما بوده سعی کنیم رولانی کوش شما به همین ماه مکمل ما 7-8 جور کوچ آدم دکون مگم شده یک ان میبینی که ما پا مالیس کن از که یک ما به کوچه برات بیا بکنه از اینکه پاک فرار کرد بیا که بریم بگیریم مجلس برف به میرم رادیو صاحب کنون مشکل خودم حل کنیم برو خوب اگر هر این مشکل برار تو نه بله برادر چرا این برار نصیحت نمیکنی که شما مردم دوزی میکنه بیا ورده سگ 50 روپیه میفروشه که 1000 خریدم بیا بالا اینجا هی میفروشه تا بوجی و غیق میکشه این جوری کوچ به 50 روپیه فروخته همین با شما باشه شما 50 روپیه میدین 1000 روپیه ملقم بات از این ما چه کار کنیم خدا از این برار شما لالا من معذرت میخوام دوست ساده تا معذرت به درد ما نمیخوره برای کور به دست ما بدی این مگرم پنجه قانون مسپریم نه دست از اینا دست بعضی از اینا نمیتونی به مسجد بری نمیتونی به دم دکون کوشاو بیرو کنی اولین دفعه که طالب اشتباهی کرده حالا اشتباه نکرد همین شاگرد مستری میگی دائم با ما کوچ میاره شما میگی اولین دفعه نه شما خوش خبری لالا خوش خبری تو اولین دفعه نه شما باید خودی ما بریم به اوزه بریم برو سعی کنیم برو درو نداره دیگه این رقم به درد ما نمیخوره ما نمیتونیم که هفته یک جور کوچ بخوریم خدا میدونه نه از کدوم مسلمانای خونده مسئله نیه گپی نیه یک دفعه اشتباه کرده خیلی نه درو نداره بگر به اوزه بریم که این آدم از شما خط گرفته شده دیگه برار شما تا زنده باشه دیگه این کارو نه ما مال با شما خراب میکنم که دیگه من اینجا به درد ما خط نمیخورم اگر بریم مشکل شما به اوزه بگین لولا میکوشو دیگه هم ببریم بودیم به اوزه بریم که مشکل اون مسلمان میرایز سند اینا خودی خو میبریم بده بگیریم اینا رو بگیریم کدی رمده بگیریم این همین یاد دادیم که شما رو بدید خود فرار کرد بگید بگید اینا برو جان آجت زین نداره من میگم شما خط بدم دیگه هم اشتباهی نکنه من معذرت میخوام نه برو بر نمیای کار بریم لولا هر با اوزه بریم خود شما مشکل خورد خب نه همینجا مشکل محل کنین دیگه وجه چیزی نداره به وجه من نندازون دیگه بعد از من بریم اول برار کو پای پیدا کو که فرار کرده جس برا او گم نمیشه بریم باز او گم میزنیم که مگر خود از اون مگر خط دیگه کار نکنه میگه اگه اشتباهی بکرده ای اوز رفتن چی به درد شما خب یک دقیقه شما میگی بشینی آنه براری شیشته چی میگفتی برار بگو آنه ما رو بشوندیم با شما خط بدم خب که دیگه این برام اشتباهی نکنه بگه چی میگی چی میگیم برو خط میده دیگه اشتباه نکنه اول که اشتباه کرده که اوشا مردم وردشته این به جمع کینه اگر دیگه اشتباه کرد با من میفهمم او میفهمه بفهمینه کن من مال کم به شما خط میدم که دیگه اشتباه نکنه فقط خود من مجاتی از توبه میکنم که دیگه کار نکنه یعنی میگی مسئله رسمی نکنیم رو به دست اوزه ندیم حالا بدیم به دست اوزه چی فایده داره به خاطر که درس عبرت بشه دوباره این کار نکنه دیگه کسی کار نکنه آخه آجند اوزه هم نداره برو آدم غریب بدبختی بیچاره چه کاره؟ چه کار لولو؟ چی گریه میکنی؟ چه کارت دیره لولو خب بگو چی گپ لولو ما دو براریم برو آدم غریبی به سراغ کرهی میشینی خب روسی چیزی په کار میکنم تا لقر میشه آخه چرا برار همین تو نصیحت نمیکنی همین چرا سر کار رای نمیکنی این کسبی همی و کار رای که کوش ازیر بجونه کوش ازیر بجونه یعنی خوب کار میکنه مردم نماز میره میره که اوشای نور میداره آدم دکونه ور میداره نه من که گفتم که کار خوبیه من رای کردم سر کار رای کردم چه کار کنیم مال این مسئله رسمی نکنیم مگر رسمی شه مسئله به اوزه این معرفی میکنه عرض میکنم پیش شما اندستا شما بیش میکنم نه مثل کلام مانی مثل پدر مانی ما این برانک مرافع کنی پیره معذرت میخوام من معذرت میخوام انا متوبه میکنی و از که دیگه کار نکنه فقط به خاطر تو که ریش سفیدی خوب به خاطر تو معاف میکنیم مون تو برار کو مگن پیدا کنی بدی اور به اوزه معرفی نمیکنی این دفعه میبخشی خوب که همین صاحبا از اینا رو پیدا کنه که از اون هر جا که وردشته باید کوشای رو پس ببره من کوشا مثلا رو پس هم دکون وردشته بدم دکون بخوره از هر جا وردشته ببره پس من کوشا بدم به دستم که من برم پیدا کنم که بعد هر دکون که وردشه ببرم معذرت خیام بکنم کوشا رو هم بدم دستم بریم خودی امور پیدا کنه که کوشا رو بدم به دست یا